خیلی خوش اومدید به موگیمینگ. من مانی ام و تو این ویدیو قراره که بهترین بازی ریسینگ اندروید رو بهتون معرفی بکنم. بر چه اساسی؟ بر اساس گرافیکشون، جزئیات، میزان لایسنس شدن ماشینا توشون، مرحله‌های مختلفی که دارن و دیگه خیلی کشش نمیدم. بریم سراغ بازی. اولین بازی که تو لیستمون اسمش گرید اتو اسپورت و یکی از خفن ترین بازی اندرویدی از لحاظ گرافیک و جزئیات، یعنی هم تو جزئیات ماشین، طراحی مپایی که داره، کلا خیلی خفن اومدن این بازی و گرافیکشو پیاده کردن. و داستان بازی هم اینطوریه که یه مود کریر داره که مثل راننده‌های حرفه‌ای مثلا فرمول 1 شما میتونید برای خودتون برید توی تیم، برای تیم بازی بکنید، برای تیم مسابقه بدید، ماشین‌های مختلف آنلاک بکنید، اسپانسر داشته باشید، هم تیمی داشته باشید تو این کریر، مسابقه‌های مختلف رو بدید. و مثلا مثل فیفا که چجوری کریر میریزی همینطوری سن بازیکن بیشتر میشه، کاپ میبری، برنده میشی، اینم تقریبا یه همچین کریری اومده پیاده کرده. حالا به اندازه فیفا جزئیات نداره ولی خیلی تو لول خودش به نظرم خفنه. اگر هم دنبال کریر نبودید، خواستین همینطوری برای خودتون آزاد و فری رانندگی بکنید، یه مود فری هم داره، میتونید کاپای مختلف رو تو شرکت بکنید، درگ ریس داره، نمیدونم تورنمنت های خیابونی داره و کلا تو سبک‌ها و مدل مختلف بازی اصلا دستتون رو خالی نمیذاره. چیز جذاب دیگه که این بازی داره اینه که بیشتر از 100 مدل ماشین و مپ اومدن اینجا لایسنس کردن، پیاده کردن. علاوه بر گیم پلی و جزئیات و فیزیکش هم واقعا خفنه و کلا اگه ریسینگ بودن بازی هم بذاریم کنار، علاوه گرافیکی و علاوه جذاب بودن بازی یکی از بهترین بازی اندرویده. فقط نکته‌ای که این بازی داره اینه که گرید اتو اسپورت آخرین نسخه این بازی نیست. یه دونه گرید لجندز فکر می‌کنم آخرین نسخهش که آنلاینه و تو ریجن ایران کلا جواب نیست، یعنی بری دی ان اس بزنی، نمیدونم فیلتر شکن و فالا اینا. با یه بدبختی من سعی کردم که اینو برام رام بکنم رو گوشی ولی کلا اجرا نمیشد. اونو یعنی بیخیالش بشید. همین گرید اتو اسپورت هم یه مسئله که داره اینه که باز دوباره دی ان اس رو میخواد، تو سایت ها و اپ های ایرانی معمولا پیدا نمیشه. برای دانلود کردنش باید برید سراغ سایت های خارجی و فکر می‌کنم 3-4 گیگ حدوداً حجمش باشه. گیم بعدی هر کسی که گوشی اندرویدی داشته تو طول عمرش و دنبال بازی ریسینگ بوده مطمئنا یه نسخه‌شو بازی کرده، اسمش آسفالت یونایت که آخرین نسخه سری آسفالت و بازی خفنیه، بازی باحالیه. نسخه‌های قبلیش هم خیلی خفن بودن ولی من خودم خیلی راستیتش با این بازی حال نمی‌کنم. دلیلشو بهتون میگم. آسفالت یونایت داستانش اینطوری که گرافیکش از اون سبک واقع‌گرایانه یکم خارج شده، یعنی مثلا گرید اتو اسپورت خیلی رو واقعی بودن طراحی گرافیک بازی تمرکز کرده بود. این یکم همچین سبک فانتزی و کارتونی تری داره. حالا کارتونی که میگم به این معنی نیستش گرافیکش بده. بیشتر از 800 تا مرحله داره این بازی که قشنگ میتونی بشینی یه عمر برای خودت بازی بکنی. بیشتر از 60 تا مدل ماشین مختلف اومده لایسنس کرده، میتونی توی مسابقات شرکت بکنی، ماشینتون رو آپگرید بکنی، تو گاراژ نمیدونم بخشای مختلفش موتورش رو میخوای آپگرید بکنی. چی میگن چی داره دیگه ماشین آقا؟ اگزوزش من آپگرید میکنه، صدا میده. ای بله، اگزوزش رو میخوای آپگرید بکنی، هر کاری که میخوای با این ماشین بکنید. و یه سبک آپگرید باحالی هم داره. مثلا اینو تو سری نید فور اسپید مثلا کنسول یا سیستم شاید قبلا دیده بودید که مثلا ریسر رو برنده میشد، یه سری کارت بهت میداد، میمدی با اینا ماشین تو آپگرید میکردی. سبک باحالیه و در مجموع یکی از باحالترین بازی‌های ریسینگ اندرویده. ولی خودم چرا باهاش حال نمی‌کنم؟ برای اینکه یکم گیم پلیش از اون حالت طبیعی آسفالتی که بوده خارج شده. یعنی میشینی بازی میکنی، حالا این ستینگ که دارم میگم میتونی غیر فعال بکنی ولی خودش ماشین رو کنترل میکنه، خودش میپیچه چپ و راست. مثلا صرفا باید یه جهت بدی که انگار مثلا برای بچهای 5 تا 8 سال طراحی کردن که خب چه کاریه آقا. و یه حالت فریمیومی هم داره کلا که مثلا میخوای بازی بکنی 2 تا تبلیغ باید ببینی، حالا بیا یه ریس دیگه بده با 4 نفر آنلاین بازی کن. یه حالتی داره که یکم اذیت میکنه موقع بازی کردن، ولی در مجموع یکی از باحال‌ترین بازی ریسینگ. برای گیم بعدیمون می‌خوایم دوباره برگردیم به بازی ریسینگ که گرافیک خیلی خفن و واقعی دارن. اسم این بازی ریل ریسینگ 3 که احتمالاً اسمش شنیدید. یکی از بازیایی که فوق‌العاده گرافیک طبیعی داره، جزئیاتش خیلی خوبه، ماشینای تقریبا زیادی رو میشه گفتش من لایسنس کرده تو بازی که میتونید تو مراحل بازی که رد می‌کنید پول در بیارید، برید ماشینا رو بخرید، آپگرید بکنید. و فرقی که داره با اون بازی گرید اتو اسپورت که اول معرفی کردم این بود که اون بازی بیشتر رو سبک‌های مختلف بازی تمرکز داشت. مثلا میتونستی بری مود کریر بازی بکنی، درگ ریس و ریس خیابونی و کاپ و اینا داشته باشی. این بازی تقریبا اون مدل رو داره، به علاوه اون بیشتر رو شخصی سازی ماشین رو تمرکز کرده. میتونی دیزاین ماشین تو مثلا عوض بکنی، میتونی آپگریدش بکنی و
بیشتر بر اساس اون پولیه که شما از ریسا در میارید و میتونید ماشینتون رو آپگرید بکنید. در کنار این جزئیات و فیزیک بازی به نظرم خیلی واقعی طراحی شدن. این یکی از نقاط قوتیه که این بازی داره، اون فیزیک و حرکتی که تو بازی شما دارید، دیریفت کشیدن مثلا خیلی به نظرم طبیعیه و یکی از دوباره باحال‌ترین بازی ریسینگ اندروید. بازی بعدی احتمالاً اسم نسخه پی سی یا کنسول شنیده باشید، بازی رکفسته که کلا داستانش با این بازیه که معرفی کردم و چیزی که تو ذهنتونه اگه نمی‌شناسید این بازیو فرق میکنه. به جای اینکه تمرکزشون مثلا مسابقه دادن و ریسینگ و رقابت کردن باشه، تمرکزشون اینه که شما بزنی دهن بقیه ماشینایی که تو پیستن رو سرویس بکنی. بازی اینطوری که شما باید مثلا بین 10 تا شرکت کننده که تو مسابقه ان یه ماشین برای خودتون انتخاب بکنید، انقدی بکوبید به این ماشینایی که این منومتونن که همه اینا از بازی حذف بشن و اونی که آخر میمونه برنده بازی. حالا این مود مختلف هم داره، مود تایم دار داره، مود مثلا لاست فان استندینگ داره و کلا یه بازی باحالیه دیگه. همچین سبکی رو تو بازی ریسینگ تقریبا نداشتیم و نکته خوبی که داره در کنار گرافیک نسبتا قابل قبول و خوبش روی اندروید اینه که مثلا تو بازی قبلی فقط میتونستی ماشینای اسپورت و ماسل کار و اینا انتخاب بکنی، این اومده کلا دستتون رو باز گذاشته که شما مثلا فراری نمیخوای انتخاب بکنی، میتونی بری تراکتور برای خودت انتخاب بکنی تو این بازی، بکوبی به این ماشین و اون ماشین و چیز باحال و خفنیه به نظر. بازی بعدی لیستمون اسمش ریسینگ مستره که دقیقاً عین همون گرید اوتو اسپورتی که اول ویدیو گفتم و ریل ریسینگ سه، گرافیک و جزئیاتش فوق العاده خفنه، با این تفاوت که این بازی در کنار اینکه کلی از ماشین‌های مختلف بی ام و مازدا و نمیدونم فورد و میتسوبیشی و فلان و بیسار اینا رو اومده لایسنس کرده و تو این لیست این ویدیومون یکی از بهترین بازی‌ها تو زمینه لایسنس ماشینه، کلی اومده تمرکزش رو شخصی سازی و کاستومایز کردن ماشین برده بالا و از قشنگ طراحی ماشینتون گرفته تا آپگرید کردن بخش‌های مختلفش، همه چی رو میتونید قشنگ تو این بازی برای خودتون آپگرید بکنید، ماشینتون رو اونجوری که دوست دارید بسازید و تو مراحل مختلفی که داره، تو سبک‌های مختلفی که داره مسابقه بدید. جزئیاتش فوق‌العاده خوبه، فیزیکش تقریبا میشه گفت یکم فانتزیه، لایسنسینگش عالیه و تو شخصی سازی هم بهترینه تو این لیست. بازی بعدی که میشه گفت معروف‌ترین و خفن‌ترین بازی ریسینگ کل تاریخ نیت فور اسپید موبایله که تقریبا اومده همون سبک نوستالژی نیت فور اسپیدهای قدیمی رو موبایل پیاده کرده ولی روی اسکیل خیلی کوچیک‌تر و موبایلی تری. بازی اینطوریه که یه مپ جهانباز بهتون میده، یه بازی اوپن ورلده و میتونید توی این مپ برای خودتون بچرخید، گنگ‌های مختلف ماشینا رو پیدا کنید و باشون رقابت کنید. گنگ که میگم یعنی چی؟ مثلا دو سه تا نسخه آخر نیت فور اسپید رو اگه بازی کرده باشید یه حالتی داشتش که مثلا ماشینا همینطوری برای خودشون ول داشتن میچرخیدن تو مپ، میرفتی با اینا کلکل میکردید، مسابقه میدادید باشون، 4 5 تاشون رو میرسیدی به قول مرحله آخرش. اینو که تمام میکردیم میرفت مثلا یه بخش جدیدی از مپو باز میکرد، یه سری مأموریت جدید باز میکرد. تقریبا یه همچین چیزی رو اومدن تو این نسخه موبایلیش هم پیاده کردن و علاوه لایسنسینگ ماشینا تقریبا خوبه. توی کاستومایز کردن شخصی سازی اونقدی مثلا باحال نیست به نظرم، همون در حد آپگرید کردن قسمت‌های مختلف ماشین رو بهتون میده و چیز بدی که داره اونقدر بد نیست، ولی از اونجایی که بازی و کمپانی تنسنت ساخته، کمپانی تنسنت هم کمپانی چینیه که اکثر بازی چینی رو احتمالاً دیدید دیگه، یه حالت گرافیک خیلی فانتزی و کارتونی تقریبا دارن. این بازی هم با همون گرافیک خیلی فانتزی اومدن تقریبا پیادهش کردن، میتونست مثلا بره سبک واقع گرایانه مثل همون گرید و ریل ریسینگ و اینا که بهتون معرفی کردم، ولی خب نرفته. ولی در مجموع بازی خفن و باحالیه. ولی یه نکته دیگه هم که داره که بهتون بگم اینه که بازی هنوز نسخه آفیشیالش بیرون نیومده. بازی نسخه تستش بوده که دادن تو ریژن چین بیرون و اگه میخواید بازیش بکنید و برید ریژن چینش رو دانلود بکنید. این ریژن چین هم مشکلی که داره مثلا مثل اون دلتا فورس موبایل بودش که اومده بود و همه می‌خواستن بریزن بازی کنن ولی لاگین نمیشد با اکانت گوگل. اینم همینه، چون چینیه باید یه دونه اکانت ویچت داشته باشید، برنامه ویچت رو برید دانلود بکنید، توش اکانت بسازید، بیاید اینجا باش لاگین بکنید و دی ان اس هم نیاز داره، کلا یکم دردسر داره لاگین کردن توش ولی میارزه. بازی بعد یکی از باحال‌ترین و خفن‌ترین بازی ریسینگ موبایل به اسم کاریکس ریسینگ. چرا میگم باحاله؟ برای اینکه هم اومده کلی از ماشین‌های مختلف رو تو این بازی لایسنس کرده، هم فیزیک و جزئیات تقریبا قابل قبول واقعی داره، همین که کلی قابلیت شخصی سازی بهتون میده، از
طراحی و نمیدونم میخوای اسپویلر بذاری پشت ماشینت، میخوای چراغش عوض بکنی، میخوای بخشای مختلفش رو آپگرید بکنی. ولی یه مشکلی که داره این بازی، یعنی مثلا بهتون بگم، اینه که گرافیکش اونقدری که باید خفن نیست، بیشتر رو بخشای دیگه‌اش تمرکز کردن. ولی مثلا توی مودای مختلفی که بازی داره، تو مراحلی که داره، کمپینش تقریبا میشه گفت این نقص اومده جبران شده و در کنار اون جزئیات و اون فیزیک خوب و اون لایسنس بودن ماشینا، اینم اگه با بازی ریسینگ حال می‌کنید به نظر امتحان کنید. گیم بعدی که بازی از همون کمپانی بازی قبلی، اسمش کاریکس دریفت ریسینگ، یکم تو که اسمش معلومه راجع به دریفت کشیدنه و تفاوتش با نسخه معمولیش که کاریکس ریسینگ بخوام بهتون بگم، گرافیک و کاستومایز کردن و لایسنس بودن ماشین تقریبا تو یه حد تقریبا همونه. ولی این کاریکس دریفت ریسینگ اون فیزیک و طبیعی تر بودن حرکت ماشین توش خیلی بیشتر به چشم میاد. چرا؟ چون راجع به دریفت کشیدن خیلی باید ماشین طبیعی تر بتونه دریفت بکشه که بازی مصنوعی و مسخره نباشه و تو این بازی هم تقریبا میشه گفتش که فیزیکا رو خوب اومدن از آب در آوردن. یه نکته باحال دیگه هم که داره اینه که این بازی اوپن ورلد، یه مپ تقریبا بزرگی داره که میتونید برید توش با ام پی سی مختلف رقابت بکنید، مسابقه بدید. یه کمپین خیلی بزرگی داره که میتونید برید مسابقه‌اشو انجام بدید و در کل این دو تا بازی کمپانی کاریکس برای کسایی که دنبال بازی ریسینگ هم نظرم خیلی باحاله. بازی بعدی اسمش ربل ریسینگ که من یاد این تور اسپید پی بک میندازه، به خاطر اینکه بیشتر تو سبک آفرود و نمیدونم کوه و جنگل و کویر و ایناست و گرافیک بازی میشه گفتش که تقریبا گرافیک خیلی قابل قبول و باحالیه برای بازی اندرویدی. ماشینایی که توش هم بیشتر ماشینای آفرودی و پیکاپ و اس یو وی ان و کمپین بازی هم تقریبا میشه گفتش که مرحله زیاد داره، میتونید قشنگ برای چند ساعت برید بزنید به دل تور کویر برای خودتون رقابت کنید، مسابقه بدید و برای کسایی که ماشین آفرودی حال میکنن گزینه خوبیه. و بازی آخرین لیستمون اسمش OWRC که قشنگ یه پکیج کامل از یه بازی ریسینگ اندرویدیه. چرا؟ برای اینکه هم اوپن ورلد، مپ بزرگی داره، میتونید برای خودتون برید توش بچرخید، عشقشو ببرید. ماشینای زیادی داره که لایسنس شدن، این ماشینا رو برای خودتون میتونید کاستومایز بکنید، دیزاینش رو عوض بکنید. 50 زبونم مو در آوردی من گفتم کاستومایز میتونید بکنید. ماشینا رو برای خودتون آپگریدش بکنید. ای آی بازی خیلی خوب کار شده، تمیز از آب در اومده. رقابتی دارید میکنید تو هر مرحله سخت‌تر میشه، چالشی‌تر میشه واقعا بازی. فیزیک و جزئیاتش هم واقعا به نظرم باحال، طبیعیه، اونقدی حس مصنوعی بودن و فیک بودن رو بهتون نمیده و همین دیگه چیز برید بازی کنید دیگه، خیلی باحاله. دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو دیدید. لایک و کامنت و شیر و ساب و زنگوله و فیلان و بیسار اینا یادتون نره. دمتون گرم.